سلام دوستان، امروز اومدیم با یه ویدیو خفن از امیر ماینکرافت. بچه خودتون میدونید که کاپر یا همون مس که میخواد آپدیت بشه و وسیله کاپر بیاد برای نسخه های کامپیوتر یا جاوا اومده و خیلیاتون میگید خود چرا برای نسخه بدراک نمیاد. خب بچه ما الان میدونیم که در مهر یا همون اکتبر این آپدیت به احتمال بیشتر خواهد اومد، ولی من الان اومدم براتون آموزش این که تا قبل اینکه آپدیت بیاد شما ولی وسایل کاپریتون و مستون داشته باشید. خب لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. خب شما الان وقتی وارد ماینکرافت میشید، وارد بخش مپ های اون ورلد هاتون میشید. مثلا من میخوام بهتون نشون بدم یه دقیقه. من میخوام این مپم باشید. خب من میخوام این مپی که دارم بهتون نشون میدم ابزار کاپری و چیزای دیگه مثل کاپر گولم رو داشته باشه. خب این چجوری باید بکنیم؟ اولا ما وارد بخش ادیت که الان بهتون نشون میدم میشیم. ما وارد بخش ادیت میشیم و بعد میزنیم روش. وقتی وارد این بخش شدید، شما روی این دکمه کلیک میکنید و ما میزنیم روش و بعد و بعد شما روی این بخش میزنید دکمهشو. وقتی ما دکمهشو زدیم این میاد. وقتی این چیز برای شما اومد، این صفحه برای شما اومد، شما روی بخش پایین یعنی هم دکمه سفید میزنید و کلیک میکنید. وقتی کلیک کنید میبینید وصل شد. بعد شما وارد مپتون میشید. حالا من این مپم دقیقه کریتیوش کنم. برای وارد مپ میشید. راستی بچه لایک و ساب فراموش نشه. تا وقتی که این مپ میاد حتما شما لایک رو بزنید، سابسکرایب بکنید، زنگوله که برای شب روشن بکنید. بریم سراغ اینکه بیاد. خب بچه ما الان وارد مپمون شدیم. این مپ چون من قبلا صحبت بوده الان مثل کردیم کریتیو و شما اینید که ابزار مسی دارید. به همین راحتی. لایک و ساب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی خداحافظ. حتما چنلمون رو سابسکرایب کنید.